дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои таълимии ноҳияи Вахш соҳиби биноҳои наву симхонаҳои иловагӣ бо тарҳи наву муосир гашта, шарту шароити таълим барои хонандагон ҳам рӯ ба беҳбудӣ дорад. муассисаи таълимии рақами 35 ноҳия аз ҷумраи он таълимгоҳҳоест ки امروز برای برطرف کردن مشکلی نورسایی جای نشست با جلب مبلغ‌های گوناگون بینای سیمخانه‌های ایلوگی بنیاد می‌گردد. این بنا از 2 آشیانه و 10 سیمخانه عبارت بوده برای 500 نفر خواننده در 2 بخش به نقشه گرفته شده است. در نزد 13 مؤسسه تعلیمی ساختمان 67 سیمخانه‌های ایلوگی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و دستگیری والدین خوانندگان ساختمانشون رفته شده است. ساختمان با مقصد فرا گرفتن کودکان سن سال تا مکتبی در نزد 8 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتب کودکان با مقدار 768 نفر فرا گرفته شدند. این چنین با مقصد بیشتر زیادتر فرا گرفتن خوانندگان سن سال تا مکتبی در نزد 7 مؤسسه تعلیمی ساختمان 10 سیمخانه برای مرکزهای انشای بروقتی کودک رفته شده. بینای سیمخانه‌های ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 در دهه استقلال جمعیت دهات وحدت ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری و شریکان روش ساخته شده است. بینای مذکور از 4 سیمخانه و اتاق کاری آموزگاران عبارت بوده 200 نفر خواننده را در 2 بخش با تعلیم فرا میگیرد. همچنین سیمخانه‌ها با میز و کرسی‌های زمانوی و اشیاءهای دیگری لازمه تامین میباشد. با گفته مسئولین همه سیمخانه‌ها با سیستم گرمایدهی یگانه تامین گردیده است. 1700 خواننده تحصیل میکند. آنها از راه‌های دور یعنی 3.5 کیلومتر با مؤسسه می اومدن، کمتر تنقیصی میکشیدن. سیمخانه‌هایی که ایلوگی با ما ساخته دادن در اونجا 200 خواننده ما 100 خواننده بست یکم 100 خواننده بست دیوم تحصیل میکنند. پیشتر در مؤسسه ما که 1700 خواننده تحصیل میکرد نورسایی جوی نشست دیده میشد. اکنون از سال خونیش نو از ماه سپتامبر این مسئله همش برطرف شده، رسایی دیگه دیده نمی شود. در حدود جمعیت شهرک کلوی ناحیه نیز امروزها سیمخانه‌های ایلوگی و مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنیاد گشته ایستادند. جریان کارهای ساختمانی بینای سیمخانه‌های ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 جماعت از جمله آنها میباشد. این بنا از 10 سیمخانه ایلوگی عبارت بوده برای 500 نفر خواننده در 2 بخش از حساب مقامات محلی و کمیته پدر و مادران بنیاد گشته ایستاده است. در واقع طی سالهای اخیر اکثر از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه وخش صاحب بیناهای نو گشته، سیمخانه‌ها با تجهیزات و اشیاءهای تعلیمی مجهز گشته، شرایط درس آموزی خوانندگان به مراتب بهتر گشته ایستاده است.